وقتی به چیزی فکر میکنیم ما داریم براش کارت دعوت میفرستیم. اما چرا اینجوریه؟ چون ما قدرتمندیم چون جزئی از یک کل قدرتمند و منظم هستیم. ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند برای من، به شرط اینکه مقصدی برای رسیدن تعریف کرده باشم، به شرط اینکه هدفم و رسالت زندگیم رو بشناسم و بدونم که قراره با کمک این ابر و باد به کجا برم. اگر نیاز اصیلی، آرزوی اصیلی در درون من به وجود اومده، حتما پاسخی هم در بیرون براش وجود داره، وگرنه بین این همه آدم چرا این مسئله باید دغدغه و مسئله من باشه؟ باید مقصدی وجود داشته باشه تا بتونی تابلوهای به سمت اون مقصد رو هم ببینی. خیلی وقتا تابلو و علائم هست، ولی چون ما نمیدونیم دقیقاً میخوایم کجا بریم، اصلاً متوجه علائم و نشانه ها نمیشیم و از کنار تابلوها به راحتی رد میشیم و هی دور خودمون میچرخیم.